یا از جمله سیتایی که در این وقتا بسیار زیاد مود شده، زیاد خوش میکنن خانم‌ها و دختر خانم‌ها، سیتای دامنی میگن برش. بله، گلوبند دامنی. گلوبند دامنی که عیارش 21 است از میبینید. واقعا یا بسیار مقبول است. یک چیز کاملا متفاوت است. در این وقتا زیاد مود شده اینا سیتای محفلی می باشه، زیادتر در سیزن محفل زیادتر خوش میکنن و راحت هم است. راحت هم است. اکثریت فکر میکنن که اگه این سیتا در لباس بد شه و شاید خراب شه، ولی نه، بسیار راحت است. مثل تکاور هم تو که میگن دامنی، همون مثل تکاور خودش هم زنجیر داره که وزنش است 82 میلی گرم و گشوارش هم 4.27 هستند. 4.72 ببخشید. اگر دوستا گشوارش هم نشان بدم. مجموع 84 گرم و 840 میلی هم میشه. ضرب 9400 افغانی میکنیم 7,97,500 افغانی. 7,97,500 افغانی. تقسیمش از 4 میکنیم در دلار میشه 12,460 دلار. 12,460 دلار. بسیار عالی. واقعا مقبول هم است. این دیگه از جمله سیتای پروازن گفته میشه. بله، متوسط هم گفته میشه. نظر به سیتایی که برنامه قبلی 2 میلیون و 1 میلیون بود، این دیگه متوسط گفته میشه. به برنامه سیتای متوسط خود بر شما معرفی میگیریم. و از اینجا جنسایی که معرفی میکنیم مکمل تمامشان جدید رسیدن و مخاطب جدیدی نیستن. به شکل براتون معرفی میکنیم. یکی از سیتای محفلی هست که ایام همراه نمی قسمت زنجیرش 3 منزل میشه. موره کار شده، بسیار مقبول و بسیار راحت. مکمل این پشتشان پر است. و وزنش هم است 86 و 13 میلی گرم. و دوستا گشوارش هم نشان بدم. گشوارش است 9.74. چقدر میشه؟ 9,01,000 افغانی. و وزن مکملش؟ 95 گرم و 870 میلی. بسیار خوب. 9,91,000 افغانی. 9,01,000. 1,000. بله. باز به دلار چند میشه؟ 14,080 دلار. 14,080 دلار. بسیار